چه حسی داری؟ واقعا مثل حس روز اولی که اردو میخوای بری تو مدرسه. واقعا همون شکلی بود. بعد از 6 ماه دارم میبینم شما رو و اینم بعد از تقریبا 3 سال مهاجرت من اولین مسافرتم که اومدم. خیلی هم عالی، خوش اومدید. خیلی آدرنالین بالا. من و امیر خاطرات زیادی تو استانبول داشتیم. دوتا جوان با کلی آرزو که میخواستن تو کشور ترکیه پیاده کنن. امیر یک آدم جسور، خوشبرخورد، مهربون که هدفش اینه که پیش خانواده‌اش سرافراز باشه. ماها مثل خیلیا با یه دریای چالش و مشکلات اومدیم و زندگی کردیم و همه تلاشمون این بود که خانواده ها اون روی خوب و خوش ما رو ببینن. خب آقای خالقی جانم، از تجربه روز اولتون بگو. ما رو که گرفته کلا این بوی وید و ماریانا و بارو بابا چی داره میگه اینجا شده. ای آب ببخشید واسه شولیگون تجربه خیلی خوبیه مخصوصا امروز. هیجانی که دیروز داشتم برسم اوتخ همینجوری بود و مخصوصا که بعد 3 سال که حالا کلی که اون رو فشار و استرس سنگینی بوده که البته هنوز هم هست نه که نباشه، ولی در کنارشون آرامش هست وقتی به هدفت میرسی یا به مقصدی که همیشه میخواستی برسی. درسته و رسیدیم. جذاب. بعد 3 سال یه مسافرت اومدم سامو دارم میبینم، اونم تو خاک اروپا، چون هر جفتمون خیلی تلاش کردیم. اینجا هیچ فرقی نمیکنه، هر جا میری قدم به قدم بو گل میاد، بوی ماریانا میاد. نگاه شما الان همونجوری که مثلا پشت پنجرهش گذاشته به عنوان گیاه خونگی. ما نداریم همچین چیزی رو توی آلمان. شاید بگم امیر کسیه که بدون اون تحمل غربت خیلی میتونه سخت باشه. با وجود تمام چالشی که داشت انگیزش رو حفظ میکرد، روحیش بالا بود و میدونست که راه برگشتی نیست. همه از جمله خانواده‌اش ازش انتظار دارن. پس نشست و با قدرت روی زبان آلمانیش کار کرد، مدرک زبانشو گرفت، پذیرششو گرفت و رفت به آلمان. احوالتون چطوره؟ خوبی؟ زود باشیم بگیم ببینم که نظرتون چی بود الان اومدین روتردام؟ روتردام شهر خیلی مدرن و بزرگ مثل آمستردام، پر از مهاجر و باحال. حسش بهتره. گم شدیم حقیقتا و سال چراغا همه روشنه ولی هیچ کسی نیست تو این روستایی که اومدیم و این خیلی قبلا گفته بودن که اینجا که بیاین کسی نیستش و خیلی وقتی کسی اینجا هم زندگی نمیکنه به اون صورت. یه سری آدم قدیمی دارن، یه سری پیرمرد پیرزنا دارن اینجا زندگی میکنن که اگه اونا رو بتونیم پیدا کنیم باشون ارتباط بگیریم ببینیم چی بر سر این شهر کوچولوی روستایی اومده. دروغ میگه.
روز آخره نظرت چیه؟ چجوری بهت گذشت این چند روز؟ اصلا این 4 روز 5 روز نفهمیدم چجوری گذشت، انگار 10 روز اینجا بودم. خیلی خوش گذشت واقعا، انرژی خوبی بود. دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدیم. مرسی قربانت. مثلا بعد از این مدت تو خاک اروپا هم دیگر دیدیم. چرا شما بیاین آلمان پوز آلمان رو بهتون بدیم با ارزونیا، حتما با ارزون بودن آلمان. حتما. ولاگ بعدی آلمان. بعد از اون اسپانیا. بارها به امیر گفتم کانال تو بزن و درباره چالشی که داشتی صحبت کن. به نظرم خیلی جذاب بشه و خیلی چیزا برای گفتن داشته باشه. امیدوارم این کارو یه روز انجام بده. یه سال میشه دوباره بگی دستم رو میکروفون بود. بکنم این چیز همونطور که دستش رو میکروفون بود دوباره میگه. امو کوسه کوسه پاشه بایسته وقت رقصه وقت بوسه. اصلی زشه